تا چه اندازه سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما ضرور است. در قرآن الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران آیت 31 می فرماید: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم. و این را الله با پیامبرش میگوید. الله اول با پیامبر میگوید: قل إن كنتم تحبون الله. He said قل. او میگوید بگو، به مردم بگو. برای آنه که مردم میگفتند ما الله را دوست می‌داریم. کیا با چنین گفته ها مشهورند؟ نصرانی ها. همه میگویند ما خدا را دوست می‌داریم، خدا ما را دوست می‌دارد، خدا شما را دوست می‌دارد. ولی ببینید که الله با پیامبر چی میگوید. بر آنها بگو اگر الله را دوست می‌دارید با من پیروی کنید، به پیامبر پیروی کنید، بر محمد صلی الله علیه و سلم پیروی کنید، به سنت ایشان پیروی کنید. و بعد الله سبحانه و تعالی شما را دوست می‌دارد. گفته شده است که و بعد الله شما را دوست می‌دارد. کدام وقت؟ بعد آنه که به پیامبر صلی الله علیه و سلم پیروی کنید و ببینید در دوامش چی میگوید: و گناهانتان را بیامرزد، او شما را میبخشد، او شما را میبخشد و دوامش را گوش کنید که او الله آمرزنده و مهربان است. الله غفور رحیم. سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله الله اکبر. من میخواهم که الله مرا دوست دارد. برای من لازم نیست که این را به اطراف تکرار کنم. برای من تنها لازم است که الله مرا ببخشد. برادران و خواهران اسلامی، این رخ نمی‌دهد اگر ما پیروی از محمد صلی الله علیه و سلم و سنت ایشان نکنیم. الحمدلله رب العالمین. من اول خودم را دعوت میکنم و بعد شما را که وقت زیادی خود را جدا کنید برای آموختن سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، برای آنه که عملها در سنت است، عملهایی که ما باید انجام دهیم. نگوید که در قرآن نیست و من نباید این را انجام دهم. این خیلی نیست. در قرآن الله سبحانه و تعالی برای ما چیزی نظررسی را بیان میکند. بسیار مراتب شما خواهید دید که از الله و رسولش اطاعت کنید. آره، در قرآن از الله و رسولش اطاعت کنید. در آیتی که این گونه گفته شده است. شما این آیت را نخواندید؟ همش از همین سر می شود. با پیامبر اطاعت کنید. با پیامبر اطاعت کنید. چگونه شما می توانید از پیامبر اطاعت کنید در حالی که این حدیث را نمی دانید؟ چگونه؟ شما انتظار خواب می شوید تا پیامبر صلی الله علیه و سلم به خوابتان آیند و به شما بگویند باید چیکار کنید؟ شما این را انتظارید؟ بیایید تا حقیقت پرور باشیم. حدیث های هستند که تا به ما آمده رسیدند و ما می دانیم که کدام از آنها صحیح است، کدام از آنها میانه است و کدام از آنها صحیح نیست. ما این را می دانیم برای آنه که آنها همش جمع شده اند، لیکن باز هم باید بر علما نظر اندازیم. و شما باید دانید که از کی سراغ میکنید. نباید به کسی که از قد کوچه است باور کنید. از آنچه راضیتان دادیم در راه الله صدقه کنید، پیش از آن که یکی از شما را مرگ فرا رسد و بگوید ای پروردگار من، چرا مرگی مرا اندکی و دیرتر نینداختی تا صدقه دهم و از شایستگان باشم؟